سلام به شما دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با هم دیگه در مورد یک دغدغه مهمی صحبت بکنیم. احتمالا شما هم مثل من افرادی رو دیدید که به ذم خودشون در بازار بورس سرمایه گذاری کردن اما پول زیادی رو از دست دادن، نه به خاطر اینکه در بازار بورس ضرر کردن، بلکه به خاطر اینکه کلاه گشادی سرشون رفته. چرا این اتفاقات میفته؟ احتمالا شما هم دیدین خیلی ها رو وقتی که در مورد فارکس حرف میزنیم اولین چیزی که در ذهن اونها متبادر میشه شرکت های هرمی هستن. خیلی ها فکر میکنن که فارکس یک نوع شرکت هرمی هست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که سالها پیش شرکتی اومد و این رو بیان کرد که شما میتونید پولهاتون رو پیش ما بذارید، ما در بازار فارکس سرمایه گذاری میکنیم و به شما سود مثلا ماهی 10% پرداخت میکنیم. خب سود ماهی 10% رقم چشمگیر و وسوسه کننده ای بوده، برای خیلی ها اینطور بوده. بعضی ها دیدن که دوستشون مثلا تو اون شرکت پولی گذاشته و داره هر ماه 10% پول میگیره، بعد از 5-6 ماه دوستان اون فرد هم وسوسه میشن که به این جمع بپیوندن. دهان به دهان وقتی این صحبت گشته، خیلی ها نمیدونستن که شرکت اصلی در واقع چی هست، فقط میدونستن که یک دوستی در شرکت فارکس پول گذاشته و داره ماهی 10% سود میگیره. آدم‌های زیادی وسوسه شدن و پولشون رو اونجا گذاشتن و بعد از تقریبا 1 سال 2 سال اون شرکت کلاً بست و رفت و سرمایه زیادی از مردم مختلف، از افراد مختلف به باد رفت. این در اذهان مردم موندگار شد که فارکس یک شرکت هرمیه که از مردم پول میگیره که بهشون سود بده و بعد میذاره و میره. هنوزم که هنوز خیلی ها این تفکر رو دارن. اما خبر ناراحت کننده اینه که هنوز هم هستن شرکت هایی که به این عنوان از مردم پول میگیرن و هستن مردمی که باور میکنن به این شرکت ها پول میدن که سود مثلا ماهی 10% به دست بیارن. امروز میخوایم در مورد این قضیه با هم صحبت بکنیم که ما چطور میتونیم بفهمیم که کجا قانونی هست و میشه پول گذاشت، مورد اعتماد هست، و کجا قانونی نیست و دام و کلاهبرداری هست. پس با ما در این ویدیو همراه باشید. خب اولین جایی که خیلی از مردم متاسفانه در دام کلاهبرداری میافتن اون جاییه که یک فردی میاد خودش رو مشاور سرمایه گذاری معرفی میکنه و میگه من مشاور هستم، به شما میگم که کجا سرمایه گذاری بکنید، چی بخرید، چی بفروشید و به من یه پولی باید بدید. من بابت مشاوره که میدم از شما پول میگیرم به صورت ثابت، هفتگی، ساعتی، حالا به هر نحوی. توجه بکنید لطفا دوستان، اگر کسی ادعا میکنه که در این بازار مشاور سرمایه گذاری هست، در انگلستان این فرد باید با نهاد ناظر بازارهای مالی یا FSA رجیستر شده باشه. FSA سابق بعد از بحران اقتصاد جهانی تغییر کرد به FCA Financial Conduct Authority، نهاد ناظر بر بازارهای مالی در انگلستان هست. اگر در کشورهای دیگه هستید حتما یک همچین سازمانی دارید. ما تو ایران مثلا سازمان بورس رو داشتیم که به صندوق‌های سرمایه گذاری نظارت میکرد. مؤسسات مالی و بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی بودن. انگلستان FCA رو داره و کشورهای دیگه هم هر کدوم نهاد ناظر خودشون رو دارن. شما خیلی راحت تو گوگل میتونید سرچ بکنید و اینها رو پیدا بکنید. پس اگر کسی ادعا میکنه که من مشاور سرمایه گذاری هستم و به شما میگم که چی بخرین چی بفروشین، اولین سوال اینه که آیا با نهاد ناظر اون کشور رجیستر شده هست یا نه. در انگلستان برای اینکه کسی با FCA رجیستر بشه و اصطلاحاً رگوله بشه، نیاز داره که مدرکی مثلا Investment Management Certificate IMC رو داشته باشه یا Chartered Financial Analyst باشه، CFA باشه. اگر کسی رفته مثلا در دانشگاه مدرک اکانتینگ گرفته، این کافی نیست برای اینکه به شما بیاد و ادوایس سرمایه گذاری بده. ایشون نمیتونه فاینانشال ادوایزر باشه از نظر قانونی. پس این مطلب اول. مطلب دوم، افرادی هستن که میان و ادعا میکنن که حالا یا به صورت شخصی یا یه شرکت کوچیکی ثبت کردن در بازار بورس به هر نحوی خیلی ساکسسفول هستن، خیلی موفق هستن، از شما میخوان که بهشون پول بدین و این افراد در بورس سرمایه گذاری کنن و به شما یک سود مثلا 10% در ماهی پرداخت بکنن. شما خیلی سریع باید ذهنتون جرقه بزنه که سود 10% در ماه سود زیادیه. به قول انگلیسی ها خیلی خوبه که بخواد واقعی باشه یک همچین چیزی. بنابراین شما باید شک بکنید که چرا باید یک نفری به شما ماهی 10% بده. احتمالاً این فرد میگه خب سودش در بازار بورس مثلا ماهی 50% هست و حاضر 10% رو به شما بده. ولی یادتون باشه که من در ویدیوهای قبلی به شما عرض کردم در بازار بورس ما چیزی به نام لورج داریم.
اون فرد اگر سرمایه گذار موفقی هست یه پول اولیه‌ای داره، یه لورجی از مثلا بروکر گرفته، مثل همون مورگیجی که شما میگید برای خونه، یه لورجی از بروکر گرفته و داره با یه سرمایه چند میلیونی در بازار کار میکنه، نیازی به 10 20 30 هزار پوند شما نداره. اگر کسی میاد و میگه که به من 10,000 پوند 20,000 پوند پول بدین که من با پول شما سرمایه گذاری کنم و به شما سود بدم، باید به حرفش شک بکنید. یک بار دیگه تاکید میکنم، اگر این فرد چه به صورت شخصی چه به صورت یک شرکت ثبت شده داره کار مثلا صندوق سرمایه گذاری انجام میده، باید با FCA رجیستر شده باشه. وقتی شما تو سایت FCA برین و سرچ بکنین، باید به عنوان یک فرد یا شرکت رگوله شده اسمش بیاد بالا. اینجا یه سوال ظریفی پیش میاد. بعضیا میگن خب شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستن، مؤسسات سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه، هج فاندها، موچوال فاندها، اینا هستن. خب پس اونا چجوری کار میکنن؟ دوستان عزیز، اگر مثلا میبینید که جی پی مورگان، مورگان استنلی و حالا خیلی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارن که دارن کار میکنن، از مردم پول میگیرن و بهشون سود میدن، اینها بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگی هستن. اینها میلیون ها دلار، شاید بتونم بگم بیلیون ها دلار سرمایه دارن. اگر در یک معامله خاصی ضرر بکنن، اینقدر پول دارن که سرمایه شما رو از بقیه پولشون برگردونن. اینطور نیست که یک فرد خاصی باشه از شما پول بگیره، ضرر کنه و کل پول از بین بره و یا که کل پول رو ورداره و دره. و اون شرکت ها و مؤسسات مالی هیچ وقت سودهای اغوا کننده ماهی 10% به شما پرداخت نمی‌کنن. پس لطفاً یک مقدار به این نکات ریز توجه کنید. و اما مطلب سوم، جای سومی که بعضی از شما دوستان عزیز متاسفانه دیدم پولهاتون رو از دست دادید، کار کردن با بروکرهایی هست که بروکرهای ناشناخته، یعنی یک فردی یه شرکتی ثبت کرده، حتی شاید شرکت هم ثبت نکرده، یه وبسایتی آورده بالا گفته بروکره و شما باورش کردین، براش پول ریختین به حسابش و بعد حالا یا پول رو خورده در رفته، داشتین بروکری که مثلا در دبی بوده این کارو کرده، یا اینکه پول رو نخورده در بره ولی در معاملات شما جوری دست برده قیمت رو بالا پایین کرده که نهایتا شما ضرر کردین و کل پولتون رو باختین. این اتفاق برای بروکرهایی که باز رگوله نشدن با FCA، هیچ نهاد ناظری بالا سرشون نیست، میتونه اتفاق بیفته. خیلی راحت میتونن قیمت رو دستکاری بکنن. اما یک بروکر رگوله شده موظفه که قیمت یکسانی رو به تمام مشتریانش نشون بده. حالا اگر اون قیمت یکسان بالاتر از اون چیزی باشه که واقعیت داره، خب مشتریای زیادی که داره این مشتریش میپرن، به خاطر اینکه میرن سر وقت یه بروکر دیگه که با قیمت بهتری داره باشون کار میکنه. مثلا شما فرض کنید میخواید از بروکرتون، از شرکت کارگزاریتون نفت بخرید. نفت اگه در همه جای دنیا $50 باشه، بروکر شما $51 میفروشه، خب شما میرین سراغ یه بروکر دیگه که $50 میده. اگر شما ندین خیلی دیگه چک میکنن قیمت رو از جاهای مختلف. بنابراین یک بروکر رگوله شده هیچ وقت این ریسک رو نمیکنه که قیمت الکی و بالایی بخواد بده که ازش یه سود کوچیکی ببره اما کل بازارش رو از دست بده. پس لطفاً اگر میخواین سرمایه گذاری بکنین، بروکرتون رو با دقت انتخاب بکنین. شرکت سرمایه گذاری، شرکت کارگزاری یا هر کسی که در بازار مالی باهاش کار میکنین باید توسط نهاد ناظر نظارت بشه. این رو شما به راحتی میتونید در سایت FCA چک بکنید. خب عزیزان، امیدوارم که با مباحثی که تو این ویدیو مطرح کردیم تونسته باشیم به شما کمک بکنیم تا در دام افراد سودجو و در واقع شیاد در این بازار نیفتین و سرمایه هایی رو که با زحمت به دست آوردین رو با هدف سرمایه گذاری در بورس به جیب یک مشت کلاهبردار نریزین. لطفا با چشمانی باز سرمایه گذاری بکنید. باز تکرار میکنم، مدت ریسک یادتون نره و اگر سوالی داشتید میتونید که به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ما این زیر نوشته میشه، amuzsh-burs.com. به وبسایت ما سر بزنید، برای ما ایمیل بزنید و من خیلی خوشحال میشم که اگر بتونم به شما کمکی انجام بدم. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر فکر میکنید که براتون مفید بوده، رو دکمه سابسکرایب کلیک بکنید. میتونید ویدیوهای بعدی ما رو در یوتیوب ببینید و این ویدیو رو لطفا با دوستان خودتون شیر بکنید تا یه وقتی خدای نکرده اونها دچار دام‌های کلاهبرداری نشن. موفق و ثروتمند.